شروع داستان با کاراکترامون آشنا میشیم. 3 تا جوون بیکله عشق ارتفاع و طبیعت کردی. بکی با پارتنرش دن و دوست صمیمیش هانتر. ستایی دارن یه صخره رو میدورنند به چه عظمت. این چیزی که باش حال میکنن، بهشون احساس لذت میده. دن یه سوراخ توی کوه پیدا میکنه و میخواد گیره رو اونجا وصل کنه که یه خفاش میپره بیرون. تعادل دن به هم میخوره و پرت میشه پایین. سقوط نمیکنه اما افتادنش به گیره ها فشار زیادی وارد میکنه. سعی میکنه خودش رو به صخره برسونه، سنگا رو بگیره اما بیفایده است. بکی و هانتر دارن تلاش میکنن خودشون رو بهش نزدیک کنن و یه جوری نجاتش بدن، اما همون فشار اولیه به گیره ها کار خودش رو میکنه و دن از اون ارتفاع سقوط میکنه و تمام. 51 هفته یا حدوداً 1 سال از این اتفاق گذشته. بعد از مرگ دن، بکی هنوز به زندگی عادی برنگشته. هر وقت دلش برای دن تنگ میشه، زنگ میزنه به گوشیش و براش پیغام میذاره و تمام روزش هم به خوردن الکل میگذره. خبری از هانتر هم توی این تایم نیست. تنها کسی که الان براش حال بکی مهمه پدرش جیمزه. جیمز میگه ببین میدونم عزیزم حالت بده، اما تو کی میخوای اینو ادامه بدی؟ باید به زندگی عادی برگردی. به این فکر کردی که اگه اون روز تو به جای دن سقوط میکردی، اون یه همچین کاری برات میکرد؟ از روز اول جیمز دید خوبی نسبت به دن نداشت و همینم دلیلی شده واسه به هم خوردن بین این دوتا پدر دختر. بکی با حال خراب میرسه خونه. 1 سال عذاب کشیدن خستش کرده. میخواد با قرصای اعصابی که داره خودشو خلاص کنه که گوشیش زنگ میخوره. کیه؟ هانتر. بعد از کلی وقت که غیبش زده بود. هانتر همون شب میاد خونه بکی تا پیشش بمونه و یه کار مهم هم باهاش داره. برنامه هانتر اینه که از دکل B67 صعود کنه. یه دکل به ارتفاع 600 متر، 4مین سازه مرتفع آمریکا. حالا میخواد بکی رو هم با خودش ببره تا شاید به حال روز قبلش برگرده. هانتر میگه تو خیلی عوض شدی دختر. دیگه اون دیوونه و سرخوشی که میشناختم نیستی. راستش بابات بهم زنگ زده بود، اونم نگرانته. میدونی تنها راهش همینه، یه دیوونه بازی دوباره. بکی تو میتونی، باید به زندگی برگردی. ولی بکی قبول نمیکنه، چون بعد از مرگ دن از ارتفاع و هر چیزی که بهش مربوط بشه میترسه. ولی فردا صبح وقتی بکی چشمش به قوطی قرص و یاد کاری که دیشب میخواست باهاش بکنه میفته، میبینه حرفای هانتر منطقیه. اگه این سود انجام نده، معلوم نیست تا چند روز دیگه بتونه جلوی همچین تصمیمی مقاومت کنه. برای همین هانتر و بکی راه میافتن سمت دکل B67. هانتر گوشیشو میده به بکی تا کلیپ‌های قدیمی دوتاییشون رو ببینه، یه یادی از گذشته. تو یکی از عکس‌ها هانتر بالای ارتفاع نشسته و دست یه پسر هم توی عکس افتاده. بکی میگه ناقلا این دست کیه؟ هانتر میگه که نمیدونم، این مال خیلی وقت پیشه، بی خیالش، بقیه عکس‌ها رو ببین. جیمز مدام زنگ میزنه به بکی اما جوابشو نمیده. شب میرسن به یه هتل تا فردا صبح برن سر وقت دکل. توی این 1 سال که خبری از هانتر نبوده، شده بلاگر اینستا. کارش اینه که از همین دیوونه بازی‌هاش ویدیو بگیره و توی اینستاگرام پست کنه. صعود کردن از این دکل هم برنامه ولاگ و ویدیوی جدیدشه. از پنجره غذاخوری چراغ بالای دکل پیداست. خیلی ارتفاع زیادتر از چیزیه که فکرشو بکنی. یه 600 متر میشنوی، یه 600 متر میبینی. فردا صبح بکی و هانتر آماده رفتن سراغ دکل B67. از همون اول هانتر شروع میکنه رکورد کردن ویدیو، اینکه میخواد چیکار بکنه و کجا میرن و اینا، که خیلی سوسکی یه کامیونم رد میکنن. وقتی میرسن به محوطه دکل میبینن که در بسته است. از اینجا به بعد باید پیاده برن. حدود 1 کیلومتر تا دکل فاصله است. دکل دقیقاً وسط بیابون لمیزرع، دریغ از هیچ گونه موجود زنده، البته لاشخورا هستن. یه دسته لاشخور مشغول جنازه یه زبون بسته‌این که هنوز نمرده. هانتر سریع شروع میکنه چند تا عکس میگیره و توی اینستاگرامش پست میکنه و اینم از دکل. هانتر اینجوریه که خیلی خوب بزن بریم، اما بکی تازه الان که دکل رو دیده، تن و بدنش شروع میکنه به لرزیدن. میترسه، دوست نداره بلایی که سر دن اومده سر خودش هم بیاد. ولی هانتر میگه بکی عزیزم گوش کن، درسته ترسیدی مثل من، اصلا چی از این بهتر؟ اگه الان با من بیای و بریم اون بالا، به ترست غلبه کردی، وگرنه قراره تا آخر عمرت با همین ترس و تراما زندگی کنی. به نظرت میتونی؟ هانتر جلوتر حرکت میکنه و بکی هم پشت سرش. اولا نردبون و کل دکل به چوسی بنده. تمام پیچ و مهره ها از هم باز شدن. تمام بدنه دکل هم زنگ زده. ترس از صعود کردن یه طرف، ناامن بودن دکل هم یه طرف. وسط راه چند دقیقه صبر میکنن تا یه استراحتی بکنن. از اینجا کل بیابون کوچولوه و واقعا بیابونه، هیچی پیدا نیست. بعد از طی کردن 500 متر از ارتفاع دکل، نردبون بیرونی میشه. یعنی دیگه حفاظای دکل در کار نیست. همینجوری این ارتفاع وحشتناک هست، بازم دلت خوشه به یه حفاظ اطرافش که اون هم دیگه برداشته میشه. تازه از اون طرف باد با سرعت زیادی داره میوزه. پیچ مهره های زنگ زده هم ناامنن. ولی هانتر بیکله میره بالا. به بکی میگه بجم دختر، چیزی نمونده، رسیدیم ما. بخش انتهایی دکل یه دیش هست که رد شدن از نردبون رو سخت میکنه، ولی هانتر خیلی شیک اونم ردش میکنه. حالا نوبت بکیه که دیش رو دور بزنه که اونم با کمک هانتر موفق میشه. هر لحظه به ترس بکی داره اضافه تر میشه. هانتر توی ارتفاع 600 متری کرمش میگیره و شروع میکنه تکون دادن نردبون و بیا اینم نتیجه بی‌نمک
بازی. چند تا از پیچ مهره ها باز میشن و میافتن پایین، اما نردبون همچنان سر جاشه. البته دو تای دیگه هم باز میشه. بالاخره اینجان بالای دکل B67 با ارتفاع 600 متر. واسه اینکه بفهمید دقیقاً چه خبره، برج میلاد 430 متره و این لامصب 600 متر ارتفاع داره. هانتر شروع میکنه کانتنت کریتوری بالای ارتفاع. بکی هم از کاری که کرده با وجود کلی ترس و لرزش انگاری راضیه. هانتر و بکی با امکانات کامل اومدن. کوادکوپتر رو میفرستن هوا تا شروع کنه به ویدیو گرفتن. هانتر ریموت کنترل میده به بکی و خودش از لبه ارتفاع آویزون میشه. واقعا وحشتناکه. وقتی برمیگرده بالا به بکی میگه خیلی خوب، حالا نوبت تو، عجله کن. ببین این آخرین کاریه که باید انجامش بدی. زود باش، مگه نمیخوای به ترست غلبه کنی؟ بکی هم میره پایین و هانتر ازش یه سلفی میگیره که بماند به یادگار. بکی خاکستر دن رو همراه خودش آورده تا توی ارتفاع به باد بسپارتش. خیلی خوب، ویدیو هم رو گرفتیم، دنم دادیم باد برد، حالا دیگه وقتشه که برگردیم پایین. تنابا رو وصل میکنن و بکی به عنوان نفر اول میره که بره پایین. به محض اینکه پا میذاره روی نردبون، پیچ و مهرهای باز شده کار خودش رو میکنه و نردبون سقوط میکنه. اگه تناب بکی به هانتر وصل نشده بود، اونم سرویس میشد، اما هانتر سری و سی تنابو میگیره و بکی رو میکشه بالا. اول که با هم میخندن، به هر حال آدرنالین بالاست، اما وقتی پایین رو نگاه میکنن میبینن نردبونی که سقوط کرده یکی دو تا ردیف نبوده و این یعنی که این بالا گرفتار شدیم. توی اون ارتفاع موبایل آنتن نمیده. کیفی که وسایلشون هم توش بوده الان اون پایینه روی دیش. مهمترین چیزی هم که توی کیف داشتن ذخیره آبشون بود. بالای دکل یه جعبه امرجنسیه، توش یه دونه دوربین شکاری هست و یه تفنگ منور. اطراف اینجا تا چشم کار میکنه عملاً هیچیه. بکی ترسیده، پنیک کرده، اما هانتر سعی میکنه آرومش کنه. میگه ببین نگران نباش، همه چی درست میشه. خب صدای سقوط نردبون رو شنیدم، تو الان حتما زنگ زدن پلیس بیاد، اصلا لازم نیست نگران باشی، بیا فعلا آروم باشیم تا پیدامون کنن. وقتی بکی و هانتر میشینن، تازه هانتر متوجه زخم پای بکی میشه، زخمی که انقدر شرایط عجیب شد که حتی خود بکی هم متوجهش نشده بود. سریع پیرنشو در میاره تا جلوی خونریزی بیشتر زخمو بگیره. تا کمک برسه این بالا کاری نداریم، واسه همین بکی گوشیشو در میاره و شروع میکنه به ویدیو گرفتن واسه یادگاری. هانتر گوشیشو در میاره و چک میکنه شاید یه آنتنی باشه، اما یه چیزی یادش میاد، عکسی که توی اینستاگرام پست کرده بود که این معنیش اینه که اون پایین آنتن هست، پس یه جوری میشه به بقیه خبر داد. ولی چه جوری؟ یه پست آماده میکنه و مینویسه که اینجا گیر افتادن، بعد گوشیو باید بفرسته ارتفاع پایینتر تا جایی که آنتن بیاد و پست ارسال بشه. اینجوری میشه که فالوورها میتونن به پلیس خبر بدن. گوشی رو به تناب میبنده و میفرسته پایین تا جایی که تناب اجازه بده، اما فایده‌ای نداره. بکی یه فکر دیگه میزنه به سرش، میگه تو اون پایین عکسو پست کردی، درسته؟ پس روی زمین حتما آنتن هست، باید گوشو یه جوری بفرستیم پایین، البته یه جوری که آسیب نبینه. وقتی که سیگنال بیاد پست ارسال میشه. خودکار، زود باش هانتر، کفشتو در بیار. گوشی رو میذارن توی کفش، با هر چیزی که بشه هم جاش رو محکم میکنن تا آسیبی بهش نرسه. میخوان پرتش کنن پایین جایی که آنتن هست. هانتر کفش رو پرت میکنه پایین. همین موقع است که بکی متوجه یه چیزی میشه، یه خالکوبی روی پای هانتر. 143 یه کد مخصوص دوست پسر بکی بود. دن هر موقع که میخواست به بکی بگه چقدر دوستش داره از این ترکیب عدد استفاده میکرد. الان روی پای هانتره. بکی با دوربین شکاری پایین دکل رو چک میکنه. آها، یه نفر بالاخره وسط این بیابون پیدا شد. از اون ارتفاع بکی و هانتر شروع میکنن صدا زدن تا طرف صداشونو بشنوه، اما بیفایده است. طرف متوجه هیچی نمیشه چون داره با تلفن حرف میزنه. سگ کفش و گوشیو پیدا میکنه. ضربه گیر فایده نداشته و گوشی عملاً ترکیده، پس پستی هم ارسال نشده. مرد با سگش دارن دور میشن، اگه برن دیگه امیدی نیست. بکی یه لنگ کفش خودشو پرت میکنه پایین، اما بازم بیفایده است. میخواد تنها گلوله منور رو هم شلیک کنه، ولی هانتر جلوشو میگیره. میگه چی کار داره میکنی دیوونه، این یارو اصلا ما رو نمیبینه. منور رو فعلا نگه دار واسه وقتی که هوا تاریک شده اون موقع شلیکش میکنیم. همین داداشمون با یه نفر دیگه اومدن وسط این ناکجا آباد واسه پیکنیک انگاری، چون کاروانشون با یکم فاصله همونجا پارکه. شاید هم اومدن شیشه تولید کنن. هوا که تاریک میشه بکی منور رو شلیک میکنه. دو نفر متوجه نور منور میشن. با دوربین بکی و هانتر رو همون بالا میبینن، انگاری که کمک تو راهه. دو نفر میرن سمت بکی و هانتر، البته خودشون نه، ماشینشون. شیشه ماشین رو میشکنن و برمیدارن و میرن. دیگه هیچ امیدی واسه نجات وجود نداره. چندین ساعت از سقوط نردبون گذشته، کسی هم به پلیس خبری نداده. دو نفری هم که دیدنشون دوز بودن و ماشینو برداشتن و رفتن. الان این بالا وقت مناسبیه که بکی بفهمه داستان تتوی پای هانتر چیه. کد عشق دن روی پای هانتر چی کار میکنه. بکی میگه 143. دن هیچ وقت نمیگفت دوستم داره، همینو تکرار میکرد. 143. فکر میکنم معنیش واضحه برای جفتمون، فقط بهم بگو که چند وقت. هانتر میگه ببین متاسفم، اشتباه بزرگی بود،
گفت حدود 4 ماه. واقعا متاسفم. بکی میگه متاسفی؟ واسه کدوم؟ اینکه با شوهرم بودی یا اینکه الان فهمیدم؟ هانتر میگه واسه اینکه جفتمون عاشق یه نفر بودیم. دن با مابقی پسرا فرق داشت. تنها کسی بود که حرفمو گوش میکرد. فکر میکردم دوستم داره، اما وقتی تو به عروسی دعوتم کردی فهمیدم همه چیز یه جور دیگه است. باور کن همه تلاشمو کردم که همه چیزو تموم کنم، اما متاسفم. بکی وقتی گوشیو پرت کردم پایین تایمر گذاشته. الان 24 ساعت میگذره و کمکی نیومده، پس مطمئناً پست ارسال نشده. بیش از 24 ساعت اینجان و هر جفتشون دارن از تشنگی میمیرن. هانتر میگه اینجوری نمیشه. تنامو میبندم به دکل و میرم پایین تا کوله رو بیارم. همه وسایلمون اونجاست. هانتر میرسه نزدیک دیش، اما نمیتونه کیفو بگیره. تنها چارهش اینه که تنابو باز کنه. همین کارم میکنه، اما بازم فایده ای نداره. با تناب به خودش تاب میده و خودشو پرت میکنه روی دیش. یکم آب میخوره و کیفو با تناب قلاب میکنه. حالا فقط یه شانس برای تست کردن داره. تست کردن اینکه بپره و تنابو بگیره و از اون طرف بکی هم بکشتش بالا و موفق میشه. حالا دیگه این بکیه که باید هانتر و کوله رو نجات بده. همینطور که بکی تنابو میکشه، هانتر خودش هم از تناب میره بالا. چیزی به رسیدن نمونده که هانتر پاش لیز میخوره و پرت میشه پایین، ولی زنده میمونه. انتهای تناب و کوله جون هانتر رو نجات میده. کف جفت دستاش بریده شده. الان فقط بکی باید تلاش کنه و بکشتش بالا. بکی همه تلاش خودش رو میکنه و هانتر برمیگرده بالای دکل. بکی و هانتر یه کوادکوپتر داشتن. یه برگ کاغذ برمیدارن و روش یه پیغام کمک مینویسن تا با کوادکوپتر بفرستنش سمت همون هتل بین جاده‌ای که شب رو اونجا گذروندن. شاید یه نفر باشه و کمکشون کنه. اما خیلی پهباد فاصله نگرفته که ارور باتری میده. چاره نیست. اگه وسط راه خاموش بشه آخرین شانسشون رو از دست میدن. واسه همین کوادکوپتر رو برمیگردونن. یه شب دیگه بالای دکل صبح میشه. جالب اینه که اگه هر کدوم خوابشون ببره و یه غلط بزنه میشه گوشکوبیده اون پایین دکل. صبح که میشه واسه شارژ کردن کوادکوپتر یه فکری میزنه به سرشون. چراغ بالای دکل. میتونن چراغو در بیارن و با جریان برقی که توی سرپیچه هست کوادکوپتر رو شارژ کنن. بکی هم همین کارو میکنه. از میله میره بالا تا خودش رو برسونه به چراغ. لامپ رو در میاره و شارژر رو میزنه به کوادکوپتر. شارژ میشه، اما تا تکمیل شدنش بکی باید خودش رو اینجا وسط هوا و زمین نگه داره. فشاری که روی دستا و پای زخمیش هست یه طرف، لاشخورایی که بوی خون پای بکی رو فهمیدن اومدن واسه شکار یه طرف. حمله لاشخورا باعث میشه که کوله بیفته پایین، اما هانتر تلاشی واسه گرفتن کوله نمیکنه. کوادکوپتر به طور کامل شارژ میشه. حالا میتونن نامه رو بفرستن سمت غذاخوری. همه چیز اوکیه. راه زیادی تا رسیدن به هتل ندارن که زارت توی جاده با یه کامیون برخورد میکنه و کوادکوپتر سوت میشه. دیگه واقعا هیچ راهی نیست. هوا داره تاریک میشه و یه طوفان در راهه. بکی به هانتر میگه بیا یه بار دیگه تستش کنیم. این بار گوشی منو میندازیم پایین. باشه خوبه، فقط اون یکی لنگ کفشتو بده من هانتر. ولی هانتر میگه من نمیتونم بکی، کفش من اون پایینه روی دیش، خودم همون پایینم، من مردم. وقتی از بالای تناب پرت شدم پایین همون موقع بود که مردم. تو فکر کردی واقعا تونستی منو تنهایی بکشی بالا؟ اون چیزی که تو نجاتش دادی فقط کوله بود بکی. تو منو میبینی چون از تنهایی میترسی. من واقعی نیستم. شب از راه رسیده توی ارتفاع 600 متری با باد و طوفان شدید و از الان به بعد هم بکی این بالا تنهاست. شروع میکنه رکورد کردن یه ویدیو برای پدرش. یه جورایی وصیت میکنه چون هیچ امیدی به زنده موندن نداره. جیمز نگران دخترشه. الان 2 روزه که هیچ خبری ازش نیست و گوشیش هم توی دسترس نیست. هوا روشن شده و صبح شده. بکی عملاً زندگیشو باخته. چیزی تا مردنش نمونده. لاشخورا اینو خوب فهمیدن و اومدن سر وقتش. اما انگاری بکی میخواد زنده بمونه. با کرکس درگیر میشه و خلاصش میکنه. بعد از 3 روز گرسنگی به هر حال بدن نیاز به انرژی داره، حتی اگه گوشت کرکس باشه. اینجا موندن فایده نداره. بکی دلو میزنه به دریا. نهایتش اینه که قراره بمیره. یا از ارتفاع سقوط میکنه یا کرکسا میخورنش. پس ترجیح میده که آخرین تلاش‌هاش رو هم بکنه. میره پایین روی دیش، جایی که جنازه هانتر اونجاست. با گوشی یه مسیج آماده میکنه و ارسال میکنه برای پدرش تا بیاد و کمکش کنه. حالا باید گوشی رو بندازه پایین جایی که آنتن هست، البته با استفاده از یه کاور که گوشی سالم برسه. گوشی رو میذاره توی لنگ کفش هانتر و کفش رو هم میکنه توی بدن خود هانتر. یه جاساز امن، اینطوری مطمئن‌تره. بعد جنازه هانتر رو پرت میکنه پایین. کارش جواب میده. پیغام به جیمز رسیده. تا میره بره سمت دکل، نیروهای پلیس و امداد رو هم خبر میکنه. وقتی میرسه میبینه اورژانس بالای سر یه جنازه وایساده. انگار که جنازه دخترش بکی باشه، اما نه. بکی زنده مونده و نجات پیدا کرده. اونی که گوشت کوبیده شده هانتره. و این بود خلاصه فیلم فال تولید سال 2022. فیلم توی ایجاد حس ترس، تنش و تعلیق خیلی موفقه. یعنی یه پارامتری داره که میتونه ازش استفاده کنه و به بهترین شکل هم ازش استفاده میکنه، یعنی ارتفاع. فضا سازیش فوق العاده است و همینطور فیلم برداری که خیره کننده است. تونسته با استفاده از زاویه‌های درست دوربین یه تجربه اضطراب‌آور و همینطور هیجان انگیز رو به مخاطب خودش القا بکنه. یه حس واقعی از ارتفاع که باعث میشه مدام نگران بشی. یعنی همش اینجوری که الان چی میخواد بشه. داستانش ساده است، یعنی ایده خیلی پیچیده‌ای نداره، اما همون داستان و ایده
سینمایی ساده پرکشش کار میکنه و موثره. سقوط از ارتفاع، ترس از مرگ، تلاش برای بقا، همه این موضوعاییه که ناخودآگاه بیننده رو درگیر فیلم و همینطور شخصیت‌ها میکنه. حالا که بحث کاراکتر شد، بازیگری هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، میشه گفت عملکرد خوب و موفقی داشتن. هانتر یه شخصیت جسور و پر انرژی داره و در مقابلش بکی که درگیر افسردگیه. ولی یه سری نقاط ضعف هم داره. یکی از نقاط ضعفش CGI. با اینکه فیلمبرداری طبیعیه، از محیط‌های واقعی استفاده شده، اما توی برخی از سکانس‌هایی که اومدن از جلوه‌های ویژه و CGI استفاده کردن، علل خصوص صحنه‌های نزدیک به لبه دکل، میفهمی که اینجا کامپیوتریه دیگه. یعنی یه خورده کیفیت کار پایینه و شاید توی ذوق بزنه، اما اگه بهش دقت نکنی متوجه نمیشی. یکی از چیزایی هم که اذیت میکنه یه سری تصمیم‌های غیر منطقیه که شخصیت‌ها و کاراکترها میگیرن. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقا شما وقتی میخوای از اینجا صعود بکنی، میخوای همچین کاری بکنی، چرا به هیچ کس خبر ندادید؟ خب بکی کسی نداره، باباشم قهره، چرا هانتر به کسی چیزی نگفته بود؟ وقتی میخواد همچین ارتفاعی برید بالا، چرا هیچ وسیله ایمنی کاملی به خودتون ندارید؟ جدا از اون آقا شما کوادکوپتر داشتید، گوشیاتون هم بود، میتونستی بذاری روی این کوادکوپتر بفرستیش پایین، اونجا پیام ارسال میشد. البته خب اگه این کارا رو میکردن داستان انقدر تعلیق نداشت. اینم منطقیه. در کل فیلم فال یه فیلم بقا، هیجان انگیز با فضاسازی عالی و همینطور تنش‌های مداومیه که تماشاگر رو درگیر خودش میکنه و نگهش میداره. این فیلم میتونه یه گزینه مناسب برای تماشا کردن باشه. هم سرگرمت میکنه، هم یه فیلم پرهیجانه. اگه بخوام به این فیلم نمره بدم، نمره من 7.5. خیلی خوشحال میشم نظر شما و همینطور نمرتون به این فیلم رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان مثل همیشه بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.